خب سلام خدمت دوستان عزیز. امروز اول از توتالا شروع میکنیم. همینطور که میبینین حجم بازار مهمترین نکته تو استراتژی ما واسه باز کردن یک معامله است. توتالمون اگه نگاه کنیم میبینیم که آقا شکسته، ولی برگشته زیر اون سطحی که شکسته. معمولا وقتی میگیم این سطح رو میشکنه باید ادامه دار باشه. درسته، ولی در کل اگه تو تایم فریم های پایین تر نگاه کنیم سطح رو شکسته، ولی سطح یعنی یک خط، یک عدد دقیق رو شکسته، ولی تو این ناحیه داره رنج میزنه. خب این به خاطر به دلیل یکم کندل سبز زدن دامیننس بیت کوین بود، به دلیل سبز زدن دامیننس تتر بود. اینا به این خاطری که ادامه دار نبوده و یکم برگشت پایین و حتی تو کندل 4 ساعته مثالا اگر این شادو همینجوری بسته بشه، یعنی تاییدیه حرف ما نسبت به دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین. توتال یکمون تا اینجا خوبه. در هفته‌ای که بخوایم بگیم هنوز 4 روز و 14 ساعتش مونده. خب پس هنوز وضعیت خوبه، یه شادوی پایینش داره. اگه بگیم مثلا اینجوری بسته شدنش خوبه، نه، اینطور بسته شدنش اصلا خوب نیست. بالای ناحیه بستنش بهتره. شاید اصلا کندل سبز مثلا میله‌ای به بالا نداشته باشه، یعنی کل این بالا بادی باشه. این میله یا هر چیزی که شما اسمشو میذارین نداشته باشه، رو به پایین باشه ولی رو به بالا نباشه. بهترین کندل هفتگی واسه توتال میتونه باشه که میتونه واسه سطح جدید بیت کوین رو کمک میکنه که بهش بزنه. بعد توتال دو باز توتال دو هم همین شرایط رو داره، ولی توتال دو با توتال یکی فرقی رو داره. اون همی که سطح رو شکسته و برگشته داره سطح رو تست میکنه. یعنی بیت کوینی که ازش کم میکنیم، همون اتفاقاتی که دامیننس خود بیت و تتر بهش تأثیر گذاشته، اینجا چون به غیر از بیت کوین بقیه موارد آلت کوین ها هست، بیت کوین کم میکنیم ازش، داره این سطح رو تست میکنه به خاطر همون سبز زدن دامیننس تتر و اینا. حجم بسیار خوبه. این استراحتش خیلی خوبه، یک سر رفتنش اصلا من خودم دوست نداشتم که این یک سر مثلا بریم تا نمیدونم مثلا بیایم تا اینجا و بریزه. خب شاید تو مثلا تو اتریوم به یک ناحیه مهمی برسیم که از اونجا ریجکت خوردن باعث بشه که خیلی بیش از حد بریزه، خیلی لیکویدی زیاد داشته باشیم. این اتفاق زیاد خوب نیست، ولی الان این استراحت واسه اتریوم خیلی خوبه، چون الان اتریوم سعودیه. واسه همین تو توتال دو فقط پس اتریوم باش حرف میزنیم. اگه بخوایم مثلا اون یکی آلت کوین ها رو بخوایم در موردش حرف بزنیم، الان 100% چک کردن ما فقط و فقط و فقط باید توتال 3 باشه. توتال 3 یک سقفی داره که دقیقا همین ناحیه است. الان داریم اینجا رنج میزنیم. خب شکست این ناحیه آلت کوین ها میتونن حرکت خوبی داشته باشن. دقیقا 938.91 میتونن حرکت خوبی داشته باشن. آدرز اینجوریه که اول جریان اینه که آدرز کوینایی که مثلا کجا رو بگم که رده بندی کوین مثلا تو کوین مارکت کپ
وبسایت کوین مارکت کپ همه کوین ها رو نسبت به همدیگه، نسبت به بازارشون رده بندی کرده. خب کوین های 1 تا 100، خب توتال 1 2 3 هستن. خب کوین های 100 و من بعدش میشن آدرز، یعنی برای اینکه من مثلا بخوام برم چی میگن اون اصل بازار، اون کوینایی که بهشون میگیم شت کوین، اون کوینایی که ارزش خاصی ندارن، در مثلا اینطوری بهتون بگم، اون موقع با آدرز بهتره که اونا رو چک بکنید، بعدش پیرشون رو نگاه کنید، بعد خودشون رو چک بکنید، بعد حجم خودشون رو، حجم معاملات خرید و فروششون رو چک بکنید که بهتره. که معمولا ما زیاد از 100 به پایین معمولا باز نمی کنیم، مگر در معدود مواردی که خیلی مثلا کوین خوبی به نظر بیاد، بازم فقط تحلیلش رو میذارم، خودم باز نمی کنم. خب بریم سر وقت بیت کوین. بیت کوین اومده یک، گفتم یک سطحی رو تست کردیم، اینجا میشه گفت که فیکه، این اتفاق فیکه، چون سطح رو نشکسته که پایین بیاد. یک این گلفتار، یعنی هر کدوم اون یکی کندل رو نقض داره میکنه، یعنی پس وجود خارجی نداره این قسمت. خب اومدیم نتونستیم این ناحیه رو بشکنیم، خب دوباره الان اومدیم و نتونسته این سطح رو بشکنه، چون بسیار سطح مهمیه، یعنی خیلی سطح مهمیه. شکست این ناحیه باعث رشد بیت کوین خواهد شد. از اسعار روزانم نگاه بکنین میتونین اینو درک بکنید، ولی اگر جریان اینه که بعد از شکست این ناحیه چه اتفاقی خواهد افتاد، کجا ما معامله باز کنیم، چی کار بکنیم، اینو بهتون میتونم بگم که معامله این ما بریک اوت این ناحیه رو نمیتونیم معامله باز کنیم، چون اگر اینجا رو بشکنیم شاید به صورت پامپ خیلی راحت رد بکنه این ناحیه رو. خب چون اینجا ناحیه محسوب میشه، سطحی نیست که بگم که بعد از شکست مثلا 104 830 بریم یک معامله لانگی باز کنیم. ولی اینو میتونم بگم که آقا تو این نواحی که یک جایی واسه خودتون کندل ستاپ پیدا کردیم، مثال دارم میگم، خب مثالم میایم میگم که اینجا رو در کف در نظر میگیرم، میگم هر وقت مطمئن شدم که اینجا رو تست کردیم، اینجا محکم بود، میخوایم برگردیم به بالا، از اینجا یک معامله لانگی باز میکنم و با یک استاپ کوچیک. اگر رفت که من از قبلش گرفتم و این ناحیه هم که نیاز نیست مثلا قبل از رد کردن، قبل از اتفاق خاصی افتادن گرفتم این معامله رو، اگرم که نشد استاپ میخورم. خب چه بهتره استاپ میخورم، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی اگه بعد از رد شدن اینجا بخوایم معامله باز کنیم، استاپ گذاریش خیلی، یعنی استاپ بزرگی باید بذاریم، چون میتونه شادو بزنه و معامله ما رو استاپ بزنه، باز برگرده و از معامله عقب بمونیم. ولی از این پایین تر اینجا رو درک کنیم که این ناحیه یک جاییه که نمیشه گفت که بعد از بریک اوت این، بریک اوت رو چطوری بهتون بگم، بعد از شکست این سطح که اینجا رو وقتی بشکنیم یک اتفاق شارپی اتفاق میفته، یا با یک پامپی اتفاق میفته، یک کندل سبز بزرگی میتونیم بزنیم، دیگه اونجا ما نمیتونیم بریم مارکت باز بکنیم توی صرافی. به همین دلیل از پایین باز کردن بهتره، چون چند بار اینجا رو تست کردیم، پایین رفتن زیاد بازار دلش نمیخواد هنوز نزولی باشه. بیت کوین هم به هیچ عنوان نزولی نشده، با چند تا کندل قرمز نزولی نمیشه 100% اینجا. مثلا من میتونم بگم که به احتمال 80% اینجا معامله لانگ باز کردن خیلی خوبه، خیلی صلاح تره
که بیایم مثلا بگیم از اینجا میریزه، نه هیچ اتفاق نیفتاده. حتی از اینجا هم بریزه ما هنوز ستابی واسه باز کردن معامله شورت نداریم. این از این. دامیننس بیت کوین یکم این کندلای سبز و زد، حالا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. خب تو 4 ساعت هم درسته این خط رو نمیتونی تشخیص بدین، ولی تو تایم فریم های کوچیک‌تر اینو آوردم گذاشتم که داریم میبینیم اینجا رو میخواد تست کنه چیکار بکنه. درستش حالا دقیق این قسمته، ولی داریم نگاه میکنیم که واسه این ناحیه، واسه این سطح که ناحیه محسوب میشه چه ریاکشنی میخواد نشون بده. برگشتش از این ناحیه باعث میشه که شکست اینجا رو پرقدرت‌تر انجام بده و اگر نتونه از این ناحیه برگرده میریم واسه اصلاح. خب اصلاح الان دامیننس بیت کوین باعث میشه که ارزا چی بشه، آلت کوینامون یکم اصلاح بدن. خب و همچنین اگه بیت کوین همین الان این ناحیه رو بشکونه، این ناحیه شکسته بشه، باز آلت کوین ها باعث میشه که دامیننس بیت کوین سبز بشه و آلت کوین ها باز میریزه، باز اصلاحی میده، باز استاپ ها رو میزنه. واسه همین تو این ناحیه از بازار حتما تو آلت کوین ها که پوزیشن دارین استاپاتون رو کوچیک بکنین. خب مارکت کپ بیت کوین هیچ حرف خاصی در موردش نیست، عین خود مال نمودار بیت کوین، نیازی به تحلیل خاصی نیست. و اما دامیننس تتر اتفاقی که واسش افتاده، اومدیم یه چند تا کندل سبز زدیم، معلوم نیست داریم مثلا اصلاح میدیم، معلوم نیست فقط این چند تا کندل سبزه و یک اصلاح کوچیک، یک استراحتیه واسه برگشت رو به پایین، ولی در کل زیاد روند برگشتی نیست. شاید مثل همین روند قبلی یک روند کوچیکتریه و میخواد برگرده. خب ولی هنوز این سطح بسیار مهمه، هم این سطح هم اینجا خیلی مهمه. یعنی حتی تا شکست این سطح رو به پایین باید منتظر باشیم. ولی در کل زیر 4.55 کندل بستن بهتره، یعنی نباید تو ناحیه رنج بزنیم. تو این ناحیه رنج زدن شاید باعث برگشت روند بشه و کلا بازار یکم قرمز بشه. اتریوم تا اینجا خیلی خوب پیش رفته، از پایین معامله داریم. این اتفاق افتاده. کندل من واسه سطح کاملا واسهتون پاک کنم، سطح مهمیه ولی حالا کاری نداره. تو این ناحیه رنج زدیم، خب و به اینجا رسیدیم. مهمترین اتفاقی که تو اتریوم افتاده، باز اتریوم مثل بیت کوین یک ناحیه‌ای داره. به هیچ عنوان ما نمیتونیم تو این ناحیه بگیم که آره استراتژی من جواب میده که من تو این ناحیه معامله باز کنم، شکست این سطح و معامله باز کنم. نه، اگر بخوایم معامله باز کنیم باید تو همین سطح، تو این داخل این باکس معامله باز کنیم که شکست این سطح و ادامه دار میره، چون بسیار محدوده خیلی مهمی است. 2820 خیلی سطح مهمیه، یعنی از این 2690 تا 2820 بسیار ناحیه مهمیه. به هیچ عنوان اونجا نمیشه رفت معامله باز کرد. معامله باز کنین نمیشه استاپ گذاشته، استاپ بزرگی باید بذارین، باز شاید استاپتون خورده بشه و کلا یک جوری مثلا ضرر میکنین که دیگه نمیتونین جایی که باید معامله باز میکردین و باز کنین. 2692. خب
اینم از این نکته ورودایی. مثلا نکته ورود بهتری که گفتم هم بیت کوین هم اتریوم داخل این باکس انجام بشه. و اگر ستاب معاملاتی داد، اینجوری برخورد نکنی که من باید وارد بشم. نه، بایدی نیست. منتظر باشین که ستاب خوبی بهتون بده که وارد معامله بشین. سول تو ناحیه خوبیه، هنوز حرکتش رو انجام نداده. دقیقا تو نکته ای هست که واسه ورود خیلی خوبه. هر میتونه اینجا نقطه ورود خوبی واسش باشه. خب یعنی حرکتش رو نکرده، ولی اگه بخوایم خیلی مطمئنتر وارد بشیم، بازم همین شکست این 2 ساعتش رو چک کن. آره، شکست 183.78 خیلی جای خوبیه واسه معامله باز کردن. بعد دوج کوین اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ معامله روش باز نمی کنم، تحلیل خاصی هم نداشت. بی ام بی هنوز هیچ حرکتی نکرده، همون سطح 677 باز شکستش میتونه معامله خوبی بده. لینک لینک همین شکست دیشب تو کانال گذاشتم که آقا 4 ساعته آخرین 4 ساعته روزانه رو هم باید بالای این سطح میبست و هم روزانه رو بالای این سطح میبست که نتونست. واسه همین ما معامله باز نکردیم. خب این از این. یعنی شما نباید معامله باز میکردین روی لینک. آدا یا همون کاردانای خودمون یک سطحی رو واسش خودش تشکیل داده، سطح اصلی. اومدیم دفعه اول این سطح رو یک سطح اینجا تشکیل داده که اینجا انگار اینجا رو تست کرده، بعدش ریخته. خب بعد پرقدرت اومده باز همین سطح رو تست کرده و الان داریم تو این ناحیه رنج میزنیم. اگه تو تایم فریم های پایین تر بزنین میبینید بهترین حالت باید منتظر باشین که سطح 8407 رو بشکن. خب یعنی قبل از اون معامله باز کردن شاید زیاد عقلانی نباشه. ایوی بعد خیلی جای خوبیه، همون جایی که من نکته ورود داده بودم. میتونین معاملش رو چک بکنین بالای این سطح، بالای سطح 228.64 میتونین معاملش رو دنبال بکنین، میتونین وارد بشین. نسبت به توتال و پیر BTC حتما اینا رو چک بکنین. الان زیاد چی نیست که مثلا بیایم بگیم دامیننس تتر رو چک بکنیم. نه، الان مهمترین حالت خود بیت کوین توتالشه و پیر BTC. دامیننس یک کاری داره میکنه که انگار مثلا داره یک اصلاحی انجام میده، خب و باعث میشه که ما این استاپامون کوچیک باشه، فقط همین. بعد رشد بیت کوین هم که میتونه باعث سبز شدن دامیننس باشه و ریزش آلت کوین ها باشه. سوی هنوز همون نکته ورود قبلیه، 4.21 جای خوبیه واسه وارد شدن بعد از شکست و تثبیتش. تون همینطور، تون ولی یکم فرق میکنه نکته ورودش 3.49. خب چرا سطح بالایی نیست؟ سطح بالایی زیاد واسه من چی نیست، اون اهمیتش رو از دست داده. واسه همین زیاد جای که وایسیم تا اونجا که بشکنه، ولی 3.49 رو گوش تثبیت بده خیلی بهتر از اینه که وایسیم تا اون ناحیه‌ای که واسمون یک جوری فیک شده توش معامله باز کنیم. آواکسو که هیچ تحلیلی ندارم واسهش، وارد شدن بهشم زیاد نرمال نیست. آربیترون نه.
XRP یا ریپل، حالا میتونستین این معامله رو بگیرین ولی من خودم باز نکردم و باز نمیکردم، زیر چشمم داشتم ولی باز نکردم. XLM هیچی، ریچین هیچی، یونی هیچی، سونیوم باز زیاد اتفاق خاصی نیفتاده. پولیگان اصلا معامله نمیطلبه، پندل که واسه اثبات خوبه. اوپی خیلی خوبه معامله توش، بتونین معامله بگیرین بالای 0.917 معامله خوبی میتونه بده اگر کل بازار سعودی باشه. لایت کن معامله سعی کنین معامله خیلی دقیق روش باز بکنین، چون هم اگه روند بگیره هم خیلی یک کندل خوبی میزنه، هم اگر معامله درستی باز نکنین فقط استاپ میخورین. یعنی معامله‌ای که با تایید استراتژیتون باز کنین، الکی توش معامله باز نکنین. فت واسه قبل بود که یک معامله توش باز کردم. دات هیچی، همچنین ترون زیاد چی نیست. برگشتیم روی بیت کوین. خب یه دونه کیک رو بهتون بگم. کیک میتونه بعد از شکست 2.48 معامله خوبی بهتون بده. همین. و رندر 5.46 نسبت به پیر BTCش و توتال سه حتما چک بکنید. سند و اما سند 4 ساعته رو روی 0.37 بست تثبیت داد معامله باز کنین و الا به هیچ عنوان روش معامله باز نکنین. زیاد دیدم که روی سند این کاسم زیاد چی نیست. و اینکه برایندی که رو اتریوم داریم، روی نموداری که با هم باز کردیم الان بیارم پایین تر، فقط بدون لیوریج یعنی بدون هیچ اهرمی شما باز میکردین الان 41% تو سود بودین. یعنی بدون هیچ اهرمی، یعنی $1000 رو میذاشتیم وسط، مثلا مثال اسپات میخریدیم مثال تو، خب 41% الان تو سود بودین. و اینم از این. در کل بازار اتفاق خاصی نیفتاده، فقط اتریومی که داریم بهترینی که الان اینجا شارپ بشکنه بره بالا، چون زیاد رنج زدن اتریوم مثل این نیست که بگیم آره بیت کوین داره استراحت میکنه. اینجا شارپ اومدیم بالا، این اتفاق میتونه باعث بشه که ریزش داشته باشیم. این اتفاق میتونه باعث بشه که استاپا رو بزنه و شاید بعداً برگرده بالا. همین میتونه رقم بزنه. بیت کوین هم اگه سطح سقف قبلیشو نتونه تو این هفته مثلا حداقل یک اتفاق خاصی واسش نیفته تو همون باکس بمونه، خیلی بد میشه. خیلی یعنی حرکت زیاد جالبی نمیشه. یعنی تو این باکس موندن یک هفته حرکت زیاد جالبی نمیشه، ولی رو به بالا شاید همین امروز یا تا کندل روزانه بسته بشه این اتفاق بیفته، این خطر ازش رفع میشه، چون میتونه بشکنه و بیاد پایین تر، یک اصلاحی بده. همین. ممنون که تا اینجای ویدیو با هم بودین. 100% لایک و
فراموش نکنین. کسایی که نگاه میکنن سابسکرایب بکنن، چون چند نفری هستن که میان نگاه میکنن ولی از اونایی نیستن که کانال رو ساب کردن. و اینکه نظرتون رو بنویسین. نمیدونم آموزش دوست داریم واسهتون بذارم، حمایت، مقاومت، تشخیص حجم، هر چیزی، اینم بهم تو کامنت ها بگین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.